سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان عزیز، همزبونا. دری فارسی قدیمی و جدید نداره. هر کس که زبون منو میفهمه، من چون میتونم هم به دری صحبت کنم، هم به فارسی، هم به چند لهجه مختلف از قبیل مشهدی و اینا. قربون همه دوستانی که منو میبینن، امروز فقط میخوام به شما یاد بدم که خدا کیست، این چرا مردم دنیا همه مشکل دارن و این خدا کی هست، چرا هیچ کس نمیبینتش، یا چرا مردم ما همه مشکل دارن با این. اولا که شما باید بدونی خدا کی هست، یعنی این کلمه خدا کجا اومده. کلمه خدا 2000 سال به وجود اومده. منم بهتون پروف میکنم چرا. همینجور که میدونی خدا از دو بخش خود، حالا با اوش و هم میذاریم اینجا، بذار این ورش دارم من پاکش کنم. خب دوباره این رو بندازیم با این. خب خدا با یه اون میاد نمیتونم برم. خدا دو کلمه است. یکیش خود که همین خود من واقعا ببخشید با این تازه کار میکنم، هی در میره. بیا خود خدا. ما از کجا میفهمیم خدا رو؟ شما اگه برید تو قرآنم بگردین، حالا سوره رو براتون، سوره چپتر 38 میگه هنگامی که آن را نظام بخشیدم. حالا آن کی است؟ آن آدمه، یعنی وقتی که بدنش رو درست کردم، از روح خود در آن دمیدم. خب از روح خود در آن دمیدم یعنی شما همه ما میدونیم کرد یعنی ها کرد، یا همون کرد به آدم و آدم زنده شد و نفس گرفت. پس این میشه کی؟ میشه خدا. خدا کسیه که این روح و این رو صاحبشه. پس کسی که خودش صاحب این باشه و در قدرتت باشه خداست. خب این میشه خدا. خدا کیه؟ من الان بهتون میگم خدا کیه، مغزتون همه یعنی تیکه پاره بشه دیگه، به قول بچه. من سیدم نیستم و اینو من سر من میبینین، من بهتون توضیح میدم بعدن. این نشانه سیدی نیست، اینا نشانه اینه که مردم قبلا یادشون رفته چرا بعضیا سبز میپوشن بعضیا سیاه. حالا اینم بهتون توضیح میدم، فعلا تو حل خدا باشه. اینم که میبینین اینجا من گذاشتم براتون فیلم حالا شما عیسی میگیم ولی عیسی نیست، یشوعاست اسم ایشون، و خدا هم همینه. خدا هم همین عیساست. حالا من اینو براتون باز میکنم که شما بدونید. 400 بیشتر از 600 و خورده سال، حالا ما میگیم 600 سال قبل، در کتاب گاسپل داریم ما، در کتاب جان یا همون یحیی، شما یحیی بهش میگین، در کتاب یحیی، این اون یحیی نیست و این یحیی کوچولوست، ما شما میتونید اینجوری صداش کنین. در کتاب جان میگه، کی میگه؟ جیزس یا همون عیسی که شما میدونید، میگه no man taketh from me، یعنی هیچ مردی زندگیمو از من نگرفت. روی کجا؟ روی صلیب. But I laid down myself، ولی خودم جونمو گذاشتم پایین. I have a power to lay it down، من قدرت دارم که جونمو بذارم پایین بمیرم. And I have a power to take it again، من قدرت اینو دارم که دوباره جونمو برگردونم. این کی میشه؟ این میشه خود کسی که بتونه در اختیارش باشه که خودشو یعنی جون خودشونو بتونه برگردونه. اون کی میشه؟ قرار بر این شد که اون خدا میشه. This commandment have I received from my father، این قدرتی هست که از پدر آسمانی گرفتم، که این پدر آسمانی رو
من بعداً به شما توضیح میدم که حافظ و مولانا و سعدی و شیرازی اینا همه به نام پیر مغان میشناسن. پیر مغان همون پدر آسمانی است که کرایست یا جیزس یا عیسی راجبش صحبت میکنه. حالا اسم اصلیشون هم عیسی نیست، یشواست به زبان یهودی. و اینجا شما میبینید که ایشون از زبان، چون اینجا با سرخ نوشته شده و هر جا که سرخ نوشته شده در کتاب قدیم اینا همه از زبان خود عیسی است. این قدیمیه، اینا رو به شما یاد نمیدن، اینا رو از شما پنهان میکنن. ولی این کتاب ها در اختیار قربانش برم حافظ، سعدی، مولانا، اینا همه اینو خوندن و شعرهایی هم که شما اونجا میبینی همه راجبه ایشونه. اینم بهتون توضیح میدم که خدا همون عیسی هست. و چون اینجا بهتون برم اینجا میبینیم روی کراس میره، بعد اینجا لیدان میکنه. اینجا هم که شاید بچه ها فیلمشو دیده بود، اگه ندید به فارسی ببینین. من فارسیش هم شاید میتونم. اینجا دوباره به لایف برمیگردن ایشون. وقتی ایشون دوباره به لایف برمیگردن دیسایپلاشون یا همون همراه یاراشون میبینن. برای همین کتابا بعدا نوشته میشه. و حافظ عزیزمون هم که میگه آن شب که به من جام شراب دادن، ایشون هستن. من الان بهتون میگم ساقیا شما چرا مردم ما بدبختند. کتاب حافظ عزیزان من، قرآن بزرگ کتاب حافظ. این قرآن که شما میخونید عربی، این داستان یه چیزای دیگه است. این کتاب قرآن اصلی شما حافظه. من اینم بهتون توضیح میدم و نشون میدم که حافظ کسی رو که راجبش داره صحبت میکنه خدا جیزس کرایست هست یا همون عیسی هست که خودش رو زنده کرد. خودش من اینو پیدا کنم براتون، اینجا دارم من همه اینا. به حافظ شیرازی بفرمایید. میگه الا ایها الساقی، که در کاسا و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ساقی کیه؟ ساقی شما در تاریخ نگاه میکنید، ساقی فقط یه نفر عزیزان ما ساقی همش یه نفر داریم ما. اینم من براتون بیارم ساقی رو بهتون نشون بدم. اینا از شما پنهان میکنن ساقی رو هیچ وقت به شما نشون ندادن. اینا کلا حذف میکنن، نمیذارن شما ساقی همون شبی هست که فرداش لورد جیزس میرن روی صلیب و به صلیب میکشن ایشونو. اون شبی که با یاراشون اینجا نشستن، من اینم گذاشتم، اون شب ایشون با یک جام به تمام یاراشون شراب میده و ایشون همون ساقی حافظ هستن. شما که اینجا میبینی الا ایها الساقی که عشق آسان نموده ولی افتاد مشکلات، همینه. الان هر کس ایشون رو قبول کنه این عشقیه که از ایشون دریافت میکنه، ولی مشکلاتش چیه؟ که مردم دیگه شما رو قبول ندارن. حافظم شما رو قبول نداره. من چرا اینو پیدا کردم؟ من از کجا فهمیدم که ایشون ساقی هستن؟ چون ایشون اومد به خوابم عزیزانم. من ایشون رو در سن 16 سالگی و وقتی هم که تو مشهد بودم ایشون به دیدار من اومدن، ولی من به جای جام شراب، حافظ جام شراب گرفت، من نون گرفتم عزیزان من. اینجا این عکسش هم هست. من تکه نان با تکه پنیر از ایشان دریافت کردم که باعث شد 2 سال پیش ایشون باز هم بیان در خواب و رویا اونایی که نمیده من بیشتر توضیح میدم. پس کی شد؟ الا ایها الساقی، ساقی شما همین عیسی هست که در کتاب اینجا نوشته. نگاه متیو میگه and he the Jesus took up the cup، همون جام، and give thanks to who؟ to the پدر آسمانی، and give it to them به یاراش saying و گفت اینو بخورید که این جام for this is my blood and the New Testament، که این
شراب که شما میخورید مثل اینه که خون بدن من رو میخورین و این قوانین جدیدی است که از طرف خدا به پدر آسمانی به شما خواهد داد. which is shed for many of the remissions of the sin.